خب در سال 2023 همونطور که دیدیم مشخص شد که یکی از استراتژی‌های کلان اداره مهاجرت پذیرش مهاجر فرانسه زبان یا فرانکوفون هست و به طور خیلی خاص در اکسپرس انتری دیدیم که حتی کاتگوری خاص فرانکوفون ایجاد شد و درای فرانکوفون ایجاد شد و معلوم شد که گرفتن مهاجر فرانسه زبان از اولویت‌های اداره مهاجرت است. در صحبت‌هایی که جدیداً وزیر مهاجرت داشته مشخص شد که این قضیه در 2023 تحقق پیدا کرده و جالب اینجاست که فقط محدود به کبک هم نیست و هدف گذاری این بوده که حداقل 4.5% 4.4% از این مهاجرین در خارج از کبک اقامت بگزینن که این عدد به 4.7% در عمل رسیده و خیلی بیشتر از چیزی بود که فکر می‌کردن. حالا روی همین حساب اداره مهاجرت اومد و امسال در صحبت‌های اخیری که داشت وزیر مهاجرت اعلام کرد که داره سعی میکنه هدف گذاریش به شکلی باشه که این عددها به 6%، 7% و 8% در 3 سال آینده برسن. این مشخصا نشون میده که افرادی که دارای این توانایی هستن و فرانسه زبان هستن یا میتونن با مقداری سعی خودشون رو به اون حد برسونن از شانس خوبی برخوردار هستن در این کاتگوری و میشه روش حساب کرد برای اکسپرس انتری. اینه که اگر این امکان رو دارید حتما یه مقدار فرانسه‌تون رو از توی کمد در بیارین، پولیشش بکنین، بیاین جلو.